سلام رفیق، طاووس خودت خوش اومد. بچه ها امروز اومدیم با شب پنجم فایو نایتس ات فریدز. اول لحظه من به خودم گرفتیم اصلا. آره بچه ها سریع با انرژی تر باشم تو ویدیو کنی کچولو انگار بی انرژی میزدم. بچه ها یه نظر سنجی هم بعد این ویدیو قرار من بذارم که بهم شما هم نظر بدین. من با فیس یعنی با وبکم ویدیو بدارم یا با همین کاراکتر انیمیشن دارم. یعنی شما احساس کنم اومدین اینجا ببینید من چطوری میترسم به احتمالا. آره بعد آره دیگه یا مثلا شما این کاراکتر انیمیه بیشتر ارتباط بگیرید. احتمال یک سریاتون هم دیدین فیس هم هستی بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو بازی. بچه یه راهی هست که نسبتا راحت ما میتونیم شب 5 رو بگذرونیم. شب 4 رو اینطوری گذرونیم خیلی سخت بود. فردیو نباید بزن حرکت من باگ چیه. فردی یه مشکلی داره. بونگای هم مرده تو ربات میاد. بعد اینشالله تو تئوریا میگم کی به کیه چی به چی. آسته جامپ اسکرم فردی اصلا نباید بزن کنیم. بچه این راجع شما هم میتونم کنیم از شب 4 وقتی من تو ویدیو زیاد حرف نمیزنم باید تمرکز داشته باشم. فردی برگشت. وقتی من حرف میزنم بچه چی میشه تمرکز ناز بگیر. و تشکرم از استودیو فوینگ ستاف میکنیم چون به خودم روزای خیلی خفنی کرده بود. اونو البته پیدمنگی نکرده بودم ولی همه گذاشته بودن دیگه. آره گذاشته بودن منم استفاده کردم دیگه. همشون گم برایت هم نزدم. واقعا صداهاشون خیلی باله و کارکترها خیلی میشکنه. شما هم حتما بعدا من به همشون سر بزنید. ویدیوی طنز و جالبی دارم. این روش هم از یکی از بچه که خیلی از بزرگتره البته آقای محمد امین از کانال امدی پلیز گذاشته بود. بهتونم خوش از خارجی ها دیده بود. ما هم از اون دیدیم و اینطوری هم دیگر رو دیدیم. گردی نمیخوای برگرد دام افتاسی. الان ما این شب رو بزنیم به حساب که فاکسی میاد. فاکسی نمیاد چون اون روشی که تو شب درست بگم فاکسی و بقیه داشتم. امیدوارم واقعا که فرقی نمیشه چون خیلی سخت میشه برام. بچه ساعت چند من ویدیو بذارم بگیم خوبه. مثلا چون مثلا بگو بگیم مثلا ساعت 6 عصر مثلا ویدیو ها رو مثلا بذارم ببینیم کامنت ها بگین من بذارم چون مثلا نتونیم مثلا 3 بعد از اون مثلا نتونیم ببینیم مثلا بتونیم 5 ببینیم. بخاطر همین به من بگین تو کامنت ها که من بدم که ویدیو ها رو شما بتونیم تماشا کنیم. نظرم رو اینترو و آوترو هم داریم بگیم دیگه. نمیخواد 3 بشه یا مثلا بانی نمیخواد بره
3 شد. آرزوی اول برای آرزوی دومم برآورده شد. آرزوی سوم خیلی برای سرجاش کنم بعد 3 ساعت دیگه مونده، یعنی 3 دقیقه دیگه مونده فکر کنم. خب هر شب 6 دقیقه رو اشتباه نکنم دیگه 6 دقیقه. بچه بازی تقریبا پیشنهادی هم داریم بگین حتما براتون بذاریم. بابا ما که دوام نمیاریم 3 30% کلا داریم. 4 شد تو رو خدا، 4 تو رو خدا 4. بچه با خاموش کن نه بابا فریدی تو هم تو خدا آروم باشی. مجبورم اونطوری انجام بدم دیگه، یکم دستم هم حالت بدیه. 4 شد. 2 دقیقه مونده احتمالا. بچه شما اگه میتونید تایم بگین، چون من الان اسم رو زیاد وقت تایم گرفتن ندارم که هر شب چند دقیقه شده. من یه تو ادیت ببینم اومد توپا کیه؟ چه بد تایم بیادب اومدم سراغت. چیکارت بد خدا. آها 6 شد. خدا 6 شد. ببینم آیا این کار تایم بد بیادب چیز نه چیکارت بد خیلی میخواستم تو تامنیل بزنم تو بچه خوبه بیادب بی حیا خجالت بکش بیادب ها نمیدونم آدم تعریف کنه ازش. اون بچه گل واقعا بچه بدی شد. واقعا بچه خوبی بود یه زمان، این روزگار کار کرده با چیکار. وای 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 6 شد 6 شد 6 شد جون من 6 شد. وای 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 موسیقام یکم چند ثانیه فکر کنم حفظی بودو جا پس کنم بودو عجلی برو فردی حسنه نمیخوری بودو دیگه جان جان بچه ها تموم شد. مایک اسم اشمیت یا فقط فرض با اینجا پیمت $120 حقوقمونه پایان شد. بود جا بسید هفته بعدی میبینمت. خب نوشتیست من بچه ماینده داریم اونم میریم و کاستومنایت هم اگه خواستین ببین بچه اگه خواستین شب 6 فیلم، اگه نخواستین نمیدیم شب 6 دیگه میگن دو دفعه به 2 یا مثلا چه میدونم دلی تایم یا مثلا این گاردن آف بندن. آره دیگه مثلا خیلی خوشحالم من خود تموم کردم و آره دیگه حالا میتونی از کابوست خودت بده کنید.